دپی میگی من میدونم الان موتور گرفتیم یا موتوره یا ماشینه که ماشینه نکنم یا موتوره میدونستم بابا گرفته حسین ایدم پایه برات گرفتم همین الان 50 تومن دو که اصلا فکرشو نکن نمیدوی راه بری هم سریع نمیری ببین 2-3 کیلومتر بیشتر تو ساعت نرو گرفتی؟ ببین رفتی عروسی پسر عمومه عروسی پسر دایمه نمیرقصی گزله مزله هم نمی کنی بخواستی برقصی اول نگاه کن ببین ایدم پای پاته یا یه دم پای دیگه فهمیدی؟ فرض کن آقا فرض کن من مردم فردا هم تشییع جنازه می تو کار به جنازه نداشته باش اینا که جنازه بلند میکنن سریع میرن تو نرو کارت بگن جنازه بابات اینا تو نرو بلکه آروم برو پشت سرشون یزله مزله هم نمی کنی باشه بابا